تنظیمات دستگاه نقطه جوش 30000 که مشکل خیلی از شما عزیزان هست رو میخوام خدمتتون عرض کنم. دستگاه 30000 دو تا پارامتر دارن، پاور و تایم. پاور میشه همون توان یا قدرتش، اینا از 0 تا 100 شروع میشه. شما میتونید برای استفاده‌های مختلف قدرت رو روی عددهای مختلفی تنظیم بکنید. تایم یا زمان رو هم همینطور میتونید با توجه به دلخواهتون روی کارهای مختلف اینو تنظیم بکنید. یکی از سوالات همون بادگیری بیرنگه که دوستان میفرمایند چه عددی بذاریم برای بادگیری بیرنگی. برای بادگیری بیرنگی قدرت دستگاهتون زیاده، قدرتش بذارید رو عدد 1 2 اینا کافیه. زمانش هم اگه میخواید دونه رنگاتون خیلی ریز بشه، زمانشو بذارید بین مثلا 15 تا 30 35 اینا خوبه. بین 15 تا 30 35 دونه رنگای ریز میندازه. اگه میخواید یه خورده درشت‌تر شه دونه رنگاتون تا 70 75 میتونید بیاد. اگه هم میخواید کار یه سره انجام بدید بذارینش روی آخرین سگمنتش که 99 یا 100 باشه. تنظیمات برای واشر، زیگزاگ و نقطه جوش قدرتش رو بذارید روی 60 تا 80. زمانش هم بذارید روی 20 الی 30 35. برای نقطه جوش دو طرفه چون قدرت خیلی زیادی نیاز دارید، هم زمان هم توان رو بذارید روی ماکسیموم آخرین درجهش.